جهانیان برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند. در آن زمان امام به خاطر اعتراضش به رژیم شاهنشاهی به فرانسه تبعید شده بود و جهان صدای اعتراضش را از نوفل-لو-شاتو، یکی از محله‌های حومه پایتخت فرانسه، شنید. جنگی که امام خمینی علیه محمد رضا شاه پهلوی با آن سخنرانی‌های گیرایش بر ضد آمریکا به راه انداخت، از پوشش بی‌نظیر رسانه‌ای برخوردار شد و او را به عنوان یکی از بارزترین انقلابی‌های قرن 20 معرفی کرد، به گونه‌ای که اخبارش صفحات روزنامه‌ها را پر کرد و حدیث او در تیتر اول تمام خبرها قرار گرفت. چهره‌ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی، با آن ریش سفید و عمامه سیاه که بیشتر شبیه نوزادی بود که از دل تاریخ و از کتاب‌های تاریخی و قصه‌های قدیمی زاده شده بود. همه چیز برای جهانیان بوی تازگی میداد، حتی نامش، روح الله. سؤالی که بیشتر در اذهان روزنامه‌نگاران و سیاستمداران جهان نقش بست این بود که خمینی از کدام دسته انقلابی هاست و او را با چه کسی میتوان مقایسه کرد؟ ابراهام لینکلن، لنین یا چرچیل یا همانند هیتلر، موسولینی یا بسان دوگل؟ ما را به یاد عبدالناصر میاندازد یا نهرو و کاسترو، شاید هم چه گوارا. ولی خمینی با همه آنها فرق داشت. انقلاب اسلامی را در قرن 20 رهبری کرد، انقلابی که پیروزی برای آن رقم خورده بود. او کمونیست، امپریالیست و یا ناسیونالیست نبود. او تنها رهبری اسلامی بود پیش از آن که رهبر یک ملت باشد و شعارش نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. ولا غربیه، جمهوریت اسلامیه. عمامه سیاهی که روح الله به سر می کرد ما را به نسبش که به پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه منسوب بود می رساند. او در اصل و ریشه از اعراب مکه است و خودش در روستای کوچکی در دل ایران در آغاز قرن 20 دیده به جهان گشود. سفر دور و دراز اجداد اولیه امام خمینی از مکه تا خمین هزاران کیلومتر بود و بیش از 1000 سال به طول انجامید. مکه مکرمه، آغاز قرن 20. در اینجا اجداد پیشین روح الله از 1400 سال پیش زندگی می کردند و در همین جاست که نسبش به جد اکبر او امام موسی بن جعفر کاظم علیه السلام، نواده پنجم پیامبر صلوات الله علیه میرسد. امام موسی بن جعفر امام هفتم شیعیان 12 امامی است. جد بزرگوار روح الله امام موسی بن جعفر علیه السلام شبه جزیره عربستان را بنا به درخواست المهدی خلیفه بنی العباس ترک می کند و به عراق می رود و پس از آن در زندانهای بنی العباس زندانی می شود تا اینکه در همانجا وفات می یابد و در دیار غربت و دور از وطن و کاشانه خویش مدفون می شود و مزارش تا همکنون در کاظمین عراق موجود و زیارتگاه عاشقان است. نواده های امام علیه السلام در بغداد و عراق می مانند و کم کم به خاندان موسوی معروف می شوند. مدتی بعد گروهی از آنان به نیشابور، یکی از شهرهای کنونی ایران، هجرت می کنند. تبعد عن مدينة مشهد حوالي 100 کیلومتر. آنها پس از مدت زمانی به کشمیر رهسپار می شوند. یهاجرون الی کشمیر. خاندان موسوی در کشمیر عهدهدار نشر دین اسلام شده و در همانجا مستقر می شوند تا نسل این خاندان به سید میر حامد حسین موسوی می رسد. این همان جد سوم روح الله است. بدین قرار که 250 سال قبل از ولادت خمینی حامد صاحب پسری می شود به نام دین علی شاه. ولی بعدها حامد و دین علی شاه به دست ارباب‌های زمینخوار کشمیر به قتل می‌رسند. مزار آنها هنوز هم در کشمیر موجود است.
دین علی شاه پسری داشت به نام احمد. او برای تکمیل علوم دینی خود به نجف اشرف در عراق مسافرت می کند تا در حوزه آن به تحصیل بپردازد. چون احمد از کشمیر یعنی از شبه قاره هند به نجف رفته بود، کم کم در بین دوستان و همدرسان خود به احمد هندی معروف شد، ولی مدت اقامت او در نجف زیاد طول نمی کشد. در آن زمان خمین روستای کوچک در وسط ایران بود. مردمانش زیر سلطه خاندان صفوی که حالا بسیار ضعیف و بی‌قدرت شده بودند زندگی می کردند. لذا مالکان و اربابان بی‌محابا اموال و احشام آنها را از چنگشان در می آوردند. مردم به ناچار گروهی را روانه نجف کردند تا شکایت وضعشان را به رهبر دینیشان آیت الله شیرازی ببرند و از او کمک بخواهند. آیت الله شیرازی از سید احمد موسوی می خواهد که همراه آنها به خمین برود. احمد هندی موسوی اطاعت کرده به همراه مردم خمین وارد سرزمین تازه‌اش می شود. در خمین مردم سید احمد هندی را به عنوان قاضی تعیین می کنند تا به اختلافاتشان خاتمه دهد. به او خانه‌ای می دهند که بیشتر شبیه به قلعه است. این خانه 2 برج داشت، یکی در سمت غرب و دیگری در سمت شرق آن. از آن به بعد محکمه در حیاط خانه برپا می شد. سید حکم صادر می کرد و توسط چند نگهبان که داشت احکام صادره را به اجرا در می آورد، به خصوص احکامی که در مورد تقسیم اراضی صادر می شد. در سال 1864 میلادی سید احمد هندی صاحب پسری می شود و او را مصطفی نام می دهد. مصطفی بعدها به نام مصطفی خمینی معروف شد و بدینسان اجداد امام خمینی در ایران پس از سفری که بیش از 1000 سال طول کشید مستقر شدند. نام خانواده بر اثر تغییر جا و مکان عوض شد، لذا بعد از موسوی و هندی حالا به علت اسکان در خمین به خمینی معروف شد، اسمی که تاکنون هم بر جای خود باقی است. سید مصطفی با خانم هاجر دختر آیت الله میرزا احمد مجتهد ازدواج می کند و صاحب 2 فرزند پسر به نامهای مرتضی و نورالدین می شود. آنها حالا در انتظار سومی هستند. هاجر آبستن منتظر شوهر خیش بود و دعا می کرد که شوهرش و اهالی شهر که برای سر جا نشاندن مالکان و اربابان اطراف به خارج از شهر رفته بودند سالم برگردند. ولی قبل از برگشت پدر فرزند سوم به دنیا می آید. در 20 جمادی الاخر سال 1320 هجری قمری مطابق با 24 سپتامبر 1902 میلادی در همین اتاق هاجر فرزند سومش را که اسمش را روح الله می گذارد به دنیا می آورد. مادر و فرزندش به انتظار پدر می نشینند، ولی آقا سید مصطفی بر نمی گردد. در اثر زور و ستم اون زمان خانه ها و کسانی که وابسته به دولت ها بودن که اونها میخواستن جنایت کنن در شهر خمین و نسبت به جان مردم، ناموس مردم یا کسانی که قافله هایی که می آمدن از این شهر بگذرن تعرض به اونها میکردن، این مرد ایستادگی میکرد پدر امام و در اثر ایستادگی زیاد خلاصه ایشون رو شهید کردن بین راه خمین و عراق. خانواده پس از قتل سید مصطفی ساکت نمی نشیند، به خصوص عمه روح الله کوچک یعنی صاحب خانم و عمه امام یک کسی بود که وقتی آقا مصطفی رو شهید کردند او عمه امام آمد گفت من باید برم تا وقتی که قاتل آقا مصطفی رو نگیرم از تهران نمیام.
عمه امام رفت تهران، رفت دربار شاه وقت، اونجا نشست گفت باید قاتل آقا مصطفی رو بدید. خیلی اصرار که شما برو، ما گفت نمیشه. بچه های آقا مرتضی پسندیده و بقیه رو برداشت و برد برای تهران، گفت که اینا بچه هاش هستن و ما قاتل این رو میخوایم. 6 ماه تمام در اونجا موند تا وقتی قاتل آقا مصطفی رو گرفت، آورد خمین به دار زد و قاتل آقا مصطفی کشته شد. روح الله کوچک مزه یتیمی را با اینکه بیش از 5 ماه نداشت چشید. مادرش شیر به اندازه کافی نداشت تا او را سیر نگه دارد. به ناچار او را به دایه‌ای سپردند تا هم به او شیر دهد و هم مادر رضایی او شود. اینجا یه نکته‌ای بگم که برای دنیا خیلی جالبه. وقتی که این مادر شیر نداشت و گشتند برای اینکه یک نفر رو پیدا کنند از زنها که شیر بده به ایشون، یه نفر زن بسیار صالحه رو پیدا کردند، اونم یه پسر داشت، آوردن که او شیر بده امام خمینی رو. گفته بود من 2 تا پستان که دارم، یکی شیر داره و یکی شیر نداره و من این شیرم رو برای این پسر گذاشتم، پسر خودم. بهش میگن که شما همون پستانی که شیر نداره به دهان این بچه بگذار، اگر شیر آمد کافیه. پستان بدون شیر رو میذارن به دهان این امام، شیر میاد. میگه خیلی خوب، این پستان مال این، شیر این پستانم مال بچم. در 6 سالگی روح الله به مکتب خانه رفت و شروع به آموختن قرآن توسط ملا ابوالقاسم کرد. او توانست کل قرآن کریم را در عرض 1 سال حفظ کند. سپس نزد معلم دیگری به نام اعتمادالعلما شاگردی کرد و حساب و ریاضیات آموخت. امام بزرگ شد تا حدود 12 سالگی. 12 سالگی یک نفری بود به نام حاج نوروزی که از رفقای 6-7 ساله ایشون بود، یعنی در مکتب با هم بودن، که او رو من کاملا دیده بودم و صحبت میکردیم. اخیراً فوت شد اون حاج نوروزی. ایشون میگفت ما وقتی مکتب میرفتیم، این آقا روح الله، تو اسمش آقا روح الله بود، آقا روح الله هرچی مطالعه میکرد میفهمید، ما هرچی مطالعه میکردیم نمیفهمیدیم. میرفتیم پیش آقا روح الله میگفتیم آقا روح الله برای ما دوباره بگو. در میان دشت‌های خمین روح الله شیرین ترین روزهای کودکیش را تجربه می کرد. او ریاضی را خوب می دانست، دونده و شناگر خوبی بود و در اسب سواری نیز ماهر بود. این حاج نوروزی می گفت که هر چه بچه بود می گفت بیارید با من بدون، می دوید و از همه جلوتر می رفت. 1. در چرخ و فلک بازی امام یه چیزایی هست که میگیرن، شما ژیمناستیک امروز میگن بهش. امام یه چرخ و فلک داشت، یه چوبی بود، با این بازی میکرد، میچرخید، که در این چرخیدن حدود 7-10 سالگی خورده بود زمین، پاشم شکسته بود. حاج نوروزی میگفت خورد زمین، پاش شکست. یه 4-5 روزی پاش خوب شد، ول نکرد، گفت باید بیایم همون بازی. اولا در ورزش و بازی از همون سن 12 سالگی با تفنگ همراه بود، یعنی ایشون تیرانداز خوبی بود. تفنگ ایشون که 12 سالگی باش تیراندازی میکردن، این رو زیر خاک کرده بودن در همون منزل. روح الله
در این راهروها و لابلای دیوارهای این خانه بزرگ شد و در سایه مادر، عمه و برادرش سید مرتضی پسندیده رشد کرد. امام خمینی بچگیش اونچنان بود که حدود 12 سالگی یا کمتر معمم شد، امام از سرش گذاشت. ایشون و اخوی بزرگش آقا مرتضی چنان شخصیت بچگی شخصیت داشتن که وقتی توی خمین را می رفتند همه جلو پاشون پا می شدن و تعظیم می کردن. بچه 12 ساله اینقدر ابهت و شخصیت داشت. در آن زمان ایران به ظاهر زیر نفوذ پادشاهی قاجار بود، ولی در حقیقت و عملاً زیر نفوذ قدرت روسیه تزار و انگلستان قرار گرفته بود. روسیه نیمه شمالی کشور را در دست داشت و انگلستان طبق قراردادهایی که داشت صاحب تمام منابع نفتی جنوب بود و در ضمن در اوایل قرن 20 بر تمام نیمه جنوبی کشور به صورتی بلا منازع حکم می‌راند. هنوز سال 1907 نرسیده بود که قانوناً ایران را به 2 نیم تقسیم کردند و منابعش را به تاراج برده و کمرش را زیر بار سنگین قرض خم کرده بودند. این وقایع منجر به یک انقلاب ملی شد، آن هم به رهبری علمای دین، بر ضد استبداد شاهنشاهی قاجار و بر ضد روس‌ها و انگلیس‌ها که در آن هنگام به انقلاب مشروطه معروف شد. علمای دین و در رأس آنان شیخ فضل الله نوری توانستند شاه قاجار مظفرالدین شاه را ملزم به قبول و اجرای قانون اساسی جدید در سال 1906 کنند. در ایران ما اساساً می‌خواهیم که قواعد حکومت قواعد اسلامی باشد و اسلام فقری در قانون ندارد تا محتاج به غیر باشد. اینهایی که قانون اساسی را در صدر مشروطیت نوشتند از بلژیک گرفتند و این بسیاری از قوانینش ناقص است، بسیاری از قوانینش غیر مترقی است. اسلام هیچ احتیاجی به این ندارد که از کسی دیگر از جای دیگر قوانینش بیاد. قوانین اسلام در همه ابعادش مترقی است و ما می‌خوایم متکی باشد حکومت بر قوانین اسلام. در سال 1914 و در آستانه جنگ جهانی اول ارتش روسیه روستای امام خمینی را تسخیر کرد. روح الله که 12 سال بیش نداشت سربازان و توپهای ارتش روسیه را مشاهده می نمود که وارد خمین و روستاهای اطراف می شدند. یادم در یکی از سخنرانی می گفت که من بچه بودم تفنگ می انداختم. یعنی ایشون تفنگ داشته، جوان 14-15 ساله. چرا؟ چون وقتی حمله می‌کردن مردم به خونه امام پناه می‌بردن. چرا؟ چون برج بارود داشته و مثل این سنگر می‌تونستن مردم بی‌پناهی که می‌خواستن اموالشون رو غارت کنن پناه بگیرن. امام از همون سالها شخصیت خودش رو نشون میده در این برج‌ها و تیراندازی می‌کرده که میگفت من و برادرم می‌رفتیم تیراندازی می‌کردیم و حتی من یادم در زمان جنگ میگفت الان هم بلدم تفنگ بندازم. یعنی میگفت که من هنوز یاد دارم این تفنگ رو. متسما بالفوضى والهرج والمرج وفجأة سيطروا على خمين وهب الناس إلى مواجهتهم وكنت ممن حملوا السلاح. در سال 1917 مادر روح الله 15 ساله خانم هاجر فوت کرد. برادرش سید مرتضی پسندیده سرپرستی او را به عهده گرفت. 2 سال بعد روح الله هرچه می‌خواست در خمین بیاموزد آموخته بود. آقای پسندیده به او پیشنهاد کرد برای ادامه تحصیل علوم دینی به شهر عراق برود. و خودش یک انسان بسیار تیزهوش و با درایتی بود که همین موجب شد
زمانی که متوجه بشه خمین دیگه کوچیکه برای رشد، ایشون مهاجرت میکنن به قم و قم هم در میان افراد بسیار صالح، عارف، صادق، صمیمی رشد کرد. روح الله خمینی حوالی سال 1919 در حالی که هنوز به سن 18 سالگی نرسیده بود، خمین را به قصد مدرسه دینی عراق ترک نمود، ولی هنوز در این مدرسه استقرار نیافته بود که مدرسه به قم نقل مکان کرد و تا به امروز هم در شهر قم وجود دارد. روح الله درس دینیش را در حوزه علمیه قم که سرپرستش آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود آغاز کرد. آن ایام آخرین روزهای حکومت دولت قاجار بود. این طلبه نوپا سکونت و اقامت را پذیرفت، آن هم دقیقاً در حجره شماره 7 في الغرفة رقم 7. و ایشون قبول کرد. منتهای بشارت خوبی داد، گفت که در مدرسه دارالشفا بین مدرس و حجره سکونتی قبل آقا. خب من دیگه این منتهای آرزویم بود، برای اینکه با امام روابطی داشتم، مخصوصا در درس آقای خونساری، آسد محمد تقی خونساری، نوعا با هم بودیم که از شاگردهای مرحوم آسد محمد تقی خونساری، اون که خوب یادم میاد و با هم بودیم، یکی آقای عراقی که بالای سر قبر آقای خونساری و آقای شیخ عبدالکریمه. عرض کنم که من و آقای عراقی و آقای خمینی در درس اینها بیشتر این روابطمون بود. بحث هایی که میشد و نظریاتی که گفته میشد بیشتر. و اینم باز عرض بکنم که بعضی ها حاضر نبودند پلوی آقای خمینی بنشینند. روح الله دروس حوزوی خود را در علوم فقهیه زیر نظر اساتید بزرگ حوزه قم و در رأس آنها آیت الله خانساری و آیت الله حائری یزدی آغاز کرد، ولی به درسهای فقهی اکتفا نکرد و به تعلیم علوم عقلیه مانند منطق، فلسفه و همچنین عرفان پرداخت. و خودشان هم در فلسفه و عرفان شاگرد خاص مرحوم شیخ محمد علی اصفهانی شاه‌آبادی بودند که خب ایشان مبرز بودند در همین فلسفه و عرفان. چندین سال، شاید حدود 7 سال شاگردی ایشان کردند. بعضی جاهای دیگری هم آقای حکیمی هم در قم بوده، از او هم استفاده های هیئت و بعضی مسائل فلسفی هم کردن. از مرحوم آقای قزوینی هم اسید ابوالحسن قزوینی که از بزرگان علما، فیلسوف و فقیهی نامدارم بودن که قبرشان هم در همین مسجد بالا سر قمه، از ایشان هم استفاده هایی داشتن، ولی عمده استفاده هاشان از مرحوم شاه‌آبادی بود. در کنار تحصیلات علمی، روح الله با عرفان و تقوا رشد کرد. مثلا 1 سال در قم یه زمستان سختی است، حوض مدرسه دارالشفا یخ میزنه. در اون سرمای شدید که حتی سیل در قم جاری میشه، اصلا کسی از حجرش بیرون نمیاد که بخواد وضو بگیره نماز شب بخونه. امام که یک طلبه جوان بود بیرون میاد، با دستش یخ رو میشکنه، با اون آب سرد وضو میگیره، به نماز شب میست. این قافله از صبح ازل سوی تو رانند،
تا شام ابد نیز به سوی تو روانند. سرگشته و حیران همه در عشق تو غرقند، دل سوخته هر ناحیه بیتاب و توانند. بگشای نقاب از رخ و بنمای جمالت، تا فاش شود آنچه همه در پی آنند. ای پرده نشین در پی دیدار رخ تو، جانها همه دل باخته دلها نگرانند. در میکده رندان همه در یاد تو مستند، با ذکر تو در بتکده ها پرسه زنانند. ای دوست دل سوخته ام را تو هدف گیر، مژگان تو و ابروی تو تیر و کمانند. یکی از همسایه‌های امام در قم میگه که من رد میشدم موقع اذان، بلند شده بودم که نمازو بخونم، اذان نشده بود، دیدم صدای گریه میاد، فکر کردم کسی بیرون تو کوچه مشکلی داره. رفتم دیدم نه، یک کسی در اون فضای خالی که باغ بوده و اطراف خونه امام بوده، دیدم کسی به نماز ایستاده داره گریه میکنه. امام رو نشناختم. خیلی خوشم اومد که این کیه این وقت شب داره گریه میکنه، مناجات میکنه. ایستادم تا نمازش تمام شد، دیدم حاج آقا روح الله خمینیه. تعدادی از استادان روح الله از بزرگان انقلاب مشروطه بودند، مثل آیات اعظام تبریزی، شاهآبادی و خانساری. این مسئله باعث شد که شاگرد کوچک رنگ و بوی انقلابی بگیرد. در آن دوران علیرغم روحانی بودن جو حوزه علمیه قم، بیشتر علمای آن دور از امور سیاسی بودند و این نتیجه تهدیدات و حصارهایی بود که حوزه قبلا از حکومت شاهان پیشین دیده بود. همین کافی بود که علما ناچار شوند بیگدار به آب نزنند و اصل حوزه را که بر تعلیم و تعلم دروس دینی استوار است نگه دارند. کان المدرسون و علماء الدین آنذاک یفکرون. مدرسان و علمای دین در آن زمان فقط به احکام شرعیه و به مسائلی چون حلال و حرام اکتفا می کردند و به مسائل اجتماعی سیاسی مسلمانان اهمیت نمی دادند. اما روح الله بعضی وقتها شهر قم را ترک می کرد و به پایتخت می آمد. او به ساختمان مجلس می رفت و در جلسات شرکت می کرد و سخنرانی و بگو مگوی نماینده ها، به خصوص آیت الله سید حسن مدرس، معروف ترین چهره معارض نظام شاهنشاهی را می شنید. آنچه که مسلم هست، حضرت امام رضوان الله علیه ارتباط مستمری با شهید مدرس داشتند که در خود آثار امام هم اشاراتی به این ارتباط و خاطراتی رو هم امام نقل میکنند و در یکی از آثار امام میفرمایند که من بودم در مجلسی که مثلا مدرس بود و یا در مجلسی که بحث مجلس شورای ملی اون زمان بحث‌های سیاسی. بریتانیای پیروز در جنگ جهانی دوم در سال 1919 میلادی یک دولت جدید را در ایران تعیین کرد، آن هم به ریاست وثوق الدوله که با پادشاهی انگلیس عهدنامه‌ای مبنی بر اداره شؤون لشکری و مالی دولت علیه ایران به مستشاری دولت انگلیس امضا کرده بود. سید حسن مدرس رو در روی این قانون ایستاد و به شاه قاجار احمد شاه فشار آورد و او را مجبور کرد که فشارهای مغرضانه و یک طرفانه انگلیس را نپذیرد. اختلافات و تشنج‌ها بالا گرفت تا اینکه ملت دو قیام را در شمال کشور و جنوب آن برپا داشت. رهبری تحرکات لشکری در آذربایجان را شیخ محمد خیابانی عضو مجلس ایران به عهده داشت و در شمال سردار میرزا کوچک خان.
هر دو بر ضد دولت قاجار اعلان جهاد کردند، به گونه‌ای که وثوق الدوله ناچار شد استعفا بدهد. بعد از آن دولت انگلیس یک روزنامه‌نگار ایرانی را که ضیاءالدین طباطبایی نام داشت به نخست وزیری برگزید. این شخص با افسری در ارتش ایران یعنی رضاخان همدست شد که پایتخت را از چنگ انقلابیون برهاند. ضیاءالدین دستور بازداشت تمامی معارضین و مخالفین را داد و همه را به زندان انداخت، از جمله سردمدار مجلس ایران سید حسن مدرس را. بعد از 3 ماه ضیاءالدین به نفع افسر ارتش رضاخان میرپنج که حکومت شاه قاجار احمد شاه را برانداخت کنار رفت. رضاخان در سال 1926 میلادی خود را پادشاه ایران نامید تا در ابتدای عصر شاهنشاهی پهلوی معاصر خمینی جوان گردد. ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم. اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آقا محمد خان قجر و اون سلاطینی که بعدها میآیند. در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمد شاه بود، هیچ یک از ما زمان آقا محمد خان را ادراک نکرده. طلبه جوان 25 ساله توجه تمام بزرگان حوزه را به خود جلب کرد، به خصوص سرپرست آن آیت الله حائری را. گفت ما درس مرحوم آقا شیخ بودیم در مدرسه فیضیه، همه نشسته بودیم پا درس و اینا، حجره ایشون بغل این مدرسه بود. میگم مرحوم آقا شیخ وقتی میخواست بحث کند و اینا یقدر بلند صحبت میکرد. میگفت یک شب دیدیم یک جوانی تازه ماش در آمد نشست جلو مرحوم آقا شیخ. به آقا شیخ برگشت که آقا میشد ما از شما تقاضا کنیم شما درس که میگید یقدر یواشتر صحبت کنید، ما در این حجره بغل داریم مطالعه میکنیم ولی این سر صدا شما نمیگذارد ما مطالعه کنیم. این شیخ میگفت آقا شیخ یک نگاه گفت چشم آقا سید چشم، من از این به بعد دیگه یواش صحبت میکنم. بعد میگو آقا رولا پا شد برد مرحوم شیخ خیره خیره بهش نگاه کرد، گفت این جوان آتیه بسیار درخشانی در اسلام و در این کشور خواهد داشت. خمینی جوان اولین کتابش را در سال 1928 میلادی در حالی که هنوز 26 سال بیشتر نداشت تألیف کرد. او در 29 سالگی تصمیم به ازدواج گرفت. یعنی آقای میرزا محمد ثقفی تهران شخصیت دار و حتی امام جماعت بودن در تهران، اما منتهاش به آقای خواجه عبدالکریم پیوسته بودن و اما امام با این بزرگواری بعدی اون وقت جوری بود که یه طلبه خمینی مثلا با چنین عنوانی. به این که خیلی طولانی شد ازدواجشون با خانمشون، 9 ماه طول کشیده، چرا که امام یه طلبه‌ای بوده که شناخته شده نبوده. مادر من از یک خانواده خیلی مرفه و تقریبا با حالا اون زمان یه مقدار در یه سطح بالایی بوده. این بوده که یه خورده ازدواجشون رو مادر بزرگ مادرم مخالف بودن، نه مادرشون. پدرشون خیلی موافق بودن چون خود ایشون هم معمم بودن، با قوم بودن، امامو میشناختن، اما میشناختشون چون روی ظاهر بوده که طلبه خیلی باهوش زرنگی، خیلی هم با تقوا، موافق بودن. ولی قوم بودن برای مادرم که کم سن بودن، 15 سالشون بوده، این مقدار مشکل بوده. ولی ظاهرا شبی خواب میبینن مادرم که قرار بر این بوده که فردا جواب نفی بدن به امام
شب خود مادر من خواب میبینن که از یه پنجره‌ای دارن نگاه میکنن و میبینن که ائمه ما از پیامبر، حضرت علی، حضرت فاطمه، همه اونجا نشستن اون طرف حیاط توی اتاق. خیلی شروع میکنن با شعف که اینا خوب امام من هستن و پیامبر و من علاقه دارم. یه خانمی که منزلشون بوده پلوش نشسته بوده گفته تو اینا رو دوست نداری؟ این با ناراحتی گفته چرا من دوست دارم، چرا دوست ندارم؟ گفته نه تو اینا رو دوست نداری. و از خواب بیدار میشن از ناراحتی مادرم و فردا به مادر بزرگشون که این خواب رو تعریف میکنن، مادر بزرگم میگه مادر مثل این که این سید باید خیلی سید به اصطلاح خوبی باشه، به طوری که در مجلس عقد امام خمینی آیت الله کاشانی بوده و به پدر خانم امام آیت الله ثقفی وقتی امام خمینی رو میبینه گفته بوده این اعجوبه رو از کجا پیدا کردی؟ اون موقع به امام خمینی گفته اعجوبه است، این یه روحانی معمولی نیست. پادشاه جدید رضا شاه پهلوی بعد از آن که پادشاهی قاجار را برانداخت بران شد تا مالک نصف زمین‌های کشاورزی ایران شود، لذا اسناد آن را رسما به نام خود کرد. این شاه مشهور به جمع آوری زیورالات و جواهر بود. او عزم خود را جزم نمود که ارتشی نیرومند تشکیل دهد تا بتواند از مایملک خیش حفاظت و حمایت کند. رضا شاه کورکورانه از تجربه کمال مصطفی آتاتورک در ترکیه تقلید میکرد. آتاتورک دستور کشف حجاب را داد و مساجد را به موزه تبدیل کرد. رضا شاه از آنکارا جهت استفاده از تجارب آتاتورک دیدن کرد. I am very glad to see you in Turkey. رضاخان منبیات آتاتورک بود در ترکیه دیگه. نظرش این بود که اسلام رو از رسمیت بندازه، نظرش این بود که حجاب رو برداره، نظرش این بود که به شما کرشد اون نظرهایی که عزاداری امام حسین تعطیل کرد رضاخان. در سال 1935 رضا شاه علمای دین را از برسر کردن عمامه منع نمود و مجبورشان کرد لباس غربی بپوشند. در سال 1936 دستور کشف حجاب را صادر کرد و بعد از آن دستور داد که بر حسب تقویم سال هجری قمری عمل نشود. همینطور دستور داد که مراسم عزا در عاشورا رسما تعطیل شود. دستور عدم خواندن خطبه نماز جمعه و تعطیل تدریس مسائل دینی و قرآن از دیگر اقدامات او بود. همسر رضا شاه هم بی حجاب وارد مسجد حرم معصومه سلام الله علیها در قم می شود و همین که یکی از خدام حرم از او می خواهد که لباس مناسب بپوشد مورد ضرب و شتم شدید محافظان او قرار می گیرد. تمام انسان ها و نیروی انسانی ما را از بین برده است. این آدم به واسطه نوکری که داشته مراکز فحشا درست کرده. تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیوش بسیاریش فحشاست، مراکزی که اجازه دادن برای این که باز باشد مراکز فحشاست، اینها دست به دست هم دادن. در تهران مرکز مشروب فروشی بیشتر از کتاب فروشی است. مراکز فساد دیگر الی ماشاءالله هست. برای چه؟ سینمای ما مرکز فحشاست. ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم. ما با اون چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ما با اون مخالف هستیم. ما کی مخالفت کردیم با چیز تجدد، با مراتب تجدد. رضا شاه پهلوی پسرش محمد رضا را برای ادامه سلطنت آماده می ساخت. محمد رضا در مدرسه نظام در ایران درس خواند و درسش را در اتریش تکمیل کرد و پس از مراجعت فعالیت‌های سیاسیش را زیر نظر پدر که همه جا کنارش بود آغاز کرد.
شاه پدر می‌خواست که مملکتش را با ازدواج با دیگر ملوک تقویت کند. لذا شاهزاده فوزیه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر را برای پسرش خواستگاری کرد. شقيقة الملك فاروق ملك مصر زوجة لابنه محمد رضا. در آن زمان با ترور سید حسن مدرس نماینده مجلس شورا، مخالفین حکومت در حقیقت قوی‌ترین و شاخص‌ترین یار خود را از دست دادند. تا آن زمان روح الله جوان هنوز وارد مسائل سیاسی نشده بود، ولی اتفاقاتی که در اطراف او شکل می گرفت به ناچار او را به قلب ماجرا هدایت می کرد. ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود. اونهایی که در سن منند میدانند و دیدند که مجلس مؤسسان که تأسیس شد با سرنیزه تأسیس شد، ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند و با زور وکلای او را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدن. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود.